دوباره سازمت وطن، دوباره سازمت وطن، بغیشت جان خیشتن. ستون زنم به سقف تو، به استخوان خیشتن. ستیل آب و گل مرا برای ساختار تو، دو پنجه خون دل مرا برای رنگ و برای تو. برای در چهار سو نوشتن شعار تو، برادری برابری، برابری برادری. اگر چو شیشه چشم من بکار می رود بمان، بکار می رود اگر سرم چو سنگ ساختمان، بمان بمان بمان. دوباره سازمت وطن، بغیشت جان خیشتن. ستون زنم به سقف تو، به استخوان خیشتن. سلام مخلصان عزیز و ارجمند. برنامه نوبتی است. خواستم در اطراف وطن دوستی که این یک موضوع روز است صحبت کنیم. امروز صحبتمان از مثنوی معنوی. پس توجه. پادشاه شهباز شکاری داشت، یا خیلی میگیم قراغوشت. بسیار او را دوست می داشت و سخت عزیزش می داشت. برای این پرنده بهترین خوراک‌ها را می داد و شرایط خوبی را برایش مهیا کرده بود. روز این پرنده از قصر خارج شد، رفت به دروازه های دیگر. ناگه در یک خانه پیرزن تا چشمش به آن پرنده زیبا افتاد، او را به دست آورده پایهای پرنده را بست. سپس پرها و ناخنهای او را کوتاه کرد و مقدار خاک نزد او گذاشت. قصه از مثنوی معنوی است. پایکش بست و پرش کوتاه کرد، ناخنش ببرید و قوتش کاه کرد. گفت نااهلان نکردندت بساز، پر فزود از حد و ناخن شد دراز. پیرزن از روی محبت و مهربانی بال و پر پرنده را کوتاه کرد. بله، دوستی نادان همیشه حسارت و زیان را در پی دارد. مهر جاهل را چنین دان ای رفیق، کج رود جاهل همیشه در طریق. شاه در جستجوی شهباز خود بود، این طرف میکافت وی طرف میکافت. ناگه به شاه خبر رساندند که او در خانه پیرزن است. شاه وقت خانه پیرزن آمد و پرنده خود را در آن احوال دید، به حال او که در میان دود و خاک با پرها و ناخنهای بریده زار زار گریست. دید ناگه باز را در دود و گرد، شه برو بگریست زار و نوحه کرد. گفت هرچند این جزای کار توست، که نباشی در وفای ما درست. چون کنی از خلد در دوزخ قرار، غافل از لا یستی اصحاب نار. این سزای آن که از شاه کبیر، خیره بگریزد به خوان گنده پیر. بله، سزای آن کسی که از کنار پادشاه آگاه از همه چیز بگریزد و احمقانه به خانه پیرزن رفت و پناه برد، جز این نیست. پرنده از کار کرده خود پشیمان بود و پرهایش را به دست شاه می مالید و با زبانی بی زبانی می گفت ای شاهی بزرگ، من خطا کردم، از گناهم درگذر.
باز گفت ای شه پشیمان می شوم، توبه کردم نو مسلمان می شوم. آن که تو مستش کنی و شعرگیر، گرزی مستی کش رود عذرش پذیر. گرچه ناخن رفت و چون باشی مرا، برکنم من پرچم خورشید را. ورچه پرم رفت چون بین وازیم، چرخ بازی گم کند در بازیم. از گریه و ناله لطف و رحمت شاه به جوش آمد و او را بخشید، به منزلگاه اولینش باز برد. بله، جایگاه اصلی انسان نیز فردوسی بر این بوده باید در محیط بسر برد که تنها در آن خوبی و زیبایی و محبت و مهربانی حکم فرما باشد. ولی متاسفانه انسانها خود را به بدی و زشتی ها آلوده کرده، بال و پر را که آنها را به عالم معنویت میرساند میشکنند. باید انسان پیوسته کوشش کند تا آن جایگاه از دست رفته خود را دوباره دریابد. همچنین احوال آن کسانی که محیط آرام و آسوده وطن محبوبمان را ناشکری کرده به بیگانگان پناه میبرند، مثل شهباز حکایت ما میشوند که به دست جاهلان و ناکسان میافتند و سرنوشت خود را تباه میسازند. این بود حکایه امروزه از مثنوی معنوی. چون میگفت نقطه بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. اگر انسان بفهمد بر او نقطه بس است، و انسان نمیخواهد بفهمد نزد انسان نابینا هزار یک شمع و چراغ و سوید مانیم نمیبیند، بیهوده است. بگفت از خاکستر ما آماده کردیم، یعنی از خاکستر ما وطن بنیاد کردیم، چه دشواری ها را پس سر نکردیم. بیشتر جوان ها نمیدانند، اما پرسید از بابایان و پدران و مادران. چه روزها را یاد دارم که خرد بودم من هم، اما بگفتن حتی همون جواری رو پاره کرده آرد کرده مردم چند خدر. یک جنگ شدیده بود بین برادر به برادر بود، اما در مدت کوتاه ما آنقدر پیش رفتیم که این رو من از روی تعریف نمیگویم. من ازبکستان کار کردم، قرقیزستان کار کردم، هر سرحدهای همسایه که کار کردم، راستی به مانند تاجیکستان اینقدر زیبا ندیدم. حقیقت کجا میکاوید؟ حقیقت اینجاست، میتوانید خود ببینید. و حتی دوستان داشتم که شوخی میکردن، میگفتن خودی اگر دوشنبه شهر رو بگیریم دومی دوبای، بله، آرام و آسوده زندگی میکنیم. این آرزوی هر نفری هست که در کشورشان جنگ است. همه تیری که اندر تیردان دارید به قلب من بیندازید، به جان من فرو ریزید. همین یک قلب من آماجگاه تیرتان باشد، ولیکن جان مردم در امان باشد. لایق بزرگوار می گفت اگر یک من بمیرم هیچ باکی نیست، فردا مادری تاجیک هزاران لایقتر از من بیارد. بسا مشفیق، بس عاشق، بس صادقتر از من بیارد باز. خود را احتیاط کنید. موضوعهای روز دویم دوست می داشتم که در اطرافش صحبت کنم. این خودکشی بود که بسیار از بیعقلی و دیگر خودکشی میکردن. یک موضوع روز است، آماده داریم که
یک موضوع آماده کنیم تا یک نقطه هم باشد بر نفر کمک باشد. طلاق، جدا شوی عائله ها چند قدر است و درباره وطن دوستی، محل گرایی. ما هر کس خدمت خود را میکند، کوچک هم باشد، و ما هم در نوبت خود یک نقطه هم باشد بر جامعه میخواهیم کمک رسانیم. هر کس با مهارت خود، کسی یگان امارات میکند، کسی با سخن، کسی با یک رفتار، کسی با یک مهارت دیگر، هر کس به قدر توانایی خود. با این خاطر دل را غلام عقل کنید، نه عقل را غلام دل. دل هر چه میخواهد، بدن عقل که به کار در آمد پشیمانی میارد. خود را احتیاط کنید. شما را دوست می‌دارم. تا برنامه دیگر، خداحافظ.